خب بریم سراغ استادیوم این تیم و راجع به استادیومی که این تیم بازی‌هاشو در اون برگزار میکنه صحبت بکنیم. از سال 1927 این تیم تو یک ورزشگاه داره بازی میکنه. قدیم بهش میگفتن ورزشگاه ریک، اما اخیرا با توجه به اینکه اسپانسر گرفتن اسم ورزشگاه تغییر کرده به EBB استادیوم. ظرفیت این ورزشگاه حدود 7100 نفره که یه چیزی حدود 2000 تا صندلی داره و بقیه سرپا وامیستن و بازی رو تماشا میکنن. این ورزشگاه از 4 قسمت تشکیل شده. قسمت شرق ورزشگاه که بهش میگن ایست بنک و یک فضای سرپوشیده طور داره و هوادارهای قدیمی اونجا میشینن. قسمت شمال، جنوب و تراس جنوب غربی ورزشگاه. شرق این ورزشگاه که بهش میگن ایست بنک یک شکل قوسی شکلی داره که زمانی که هوادارا اونجا شروع میکنن به شعار دادن و داد زدن، یک جو خاصی رو داخل ورزشگاه ایجاد میکنه به خاطر اینکه صدا رو به نوعی برمیگردونه به سمت ورزشگاه. Mistake. It was 2012, not 2011. I came here, and it's doing exactly what it did, pouring with rain. Let's do this. اسپانسر این تیم شرکت الیوت بکستره که یه شرکت تو حوزه تامین کاغذ و لوازم التحریره که تو کشور انگلستان فعالیت میکنه و از زمانی که اسپانسر این تیم شد اسم ورزشگاه رو تغییر داد به EBB استادیوم.